دوستان گلم سلام عزیزم. ببینید قشنگ توجه کنید، بارها و بارها عرض کردم که چربی مهمترین دلیل ریزش موه. در نتیجه استفاده کردن از مواد چرب روی پوست سرتون مثل روغن آرگان، روغن سیاه‌دونه، روغن رزماری، روغن‌های دیگر بپرهیزید لطفاً. و این ترکیبی که من میگم رو بزنید، فکر میکنم به کف دستتون بزنید هم مو در بیاد. سیاه‌دونه، خود سیاه‌دونه، خود رزماری، خود چلتوک برنج، نه روغنش، و میخک 4 تا قلمه. اینا رو هر کدوم 200 گرم 250 گرم بگیرین، با هم مخلوط کنین، نیم کوب کنین. نه نیم کوب شدهش رو 2 تا 3 تا قاشق بریزین توی قوری، 2 تا لیوان آب بریزین، بذارین بجوشه 10 دقیقه یک رو. بعد صافش کنین، خنک که شد میتونین قبل از هر استحمامی اسپری کنین روی سرتون و موهاتون. روی برگردوندن رنگ موتون هم کمک میکنه بهتون. خوش و خورم باشین.